فریده، افسون التماس، در حقیقت طاقتم طاق شد. لطفاً از اینجا بیرو. گوش کن، من اینجا برای سعید نآمدم. در خصوص امینه گپ میزنم. فریده، گپ سری حیات امینه است. هرچی میخواهی زودتر گپ زن. قبول داری یا نه، من هم به امینه مثل تو حق دارم. نمیخوام او ضرر بیند. شاید از رفتار سعید خوشم نمی آید، با این حق داریم، اما او هم انسان است و باز در نتیجه امینه او را دوست داشته است. اینجا برای حمایت سعید آمدی؟ نه فریده، مجبور شدم تا به اینجا بیایم. برای امینه مجبور نیستی. او صاحب دارد، مادر و برادر دارد. او به هیچ کاری مجبور نیست. فریده، متاسفانه مجبورم که بگویم. امینه و سعید. چی شده است با امینه و سعید؟ اول با تلفن جواب ده. گوش میکنم. چی تا؟ در کجا؟ احوالش چگونه است؟ او در کجاست؟ فریده چی شد؟ با کجا؟ خبر دادید؟ بله خبر دادیم، در روحند. یکان جای درد میکند. شکمم درد میکند. زود التراسادور آماده کنید. خوب شده است. التماس زودتر رانید. دخترم رو ماشین زده. چند ساله ای؟ 16. خواننده هستی؟ نزدیک کند و بیمون خونه می آیند. بله. میلش تو کمی استراحت کن، از جایت نجنب. من با آنها صحبت می کنم. ببخشید، من مادری امینم. احوال دخترم چگونه؟ خوب است خانم، خواطر نشوید. خدا را شکر. اما باید به شما یک چیز رو گویم. چرا؟ احوالش خوب نیست مگر راستش رو بگویی؟ نه، احوالش خیلی خوب است. من چیز دیگری رو گفتم میکنم. مایش، من اول میخواهم که دخترم رو ببینم. خانم ای رو میبینید، اما ای به شما چیزی نگفته بود؟ خبر ندارید؟ از چی؟ از برای خدا گپ زنید آخر من از چی باید با خبر باشم؟ ای خدا حضور میفهمند من مردم. دخترتون 2 ماه حامله دار است. چطور؟ امینه من؟ نه، این ناممکن است. شاید یگان خطا شده است. دختری من این کارو نمی کند. خانم، نتیجه تشخیص و التراسادو در دستمون هست. خواهید با چشمانتون ببینید و یا گرفته و دیگر بیمار خونه برید، اما نتیجهش تغییر نمی‌یابد. این کاغذ ها رو من چیکار کنم؟ و من از اینها چی؟ دختری من حالا خورد است. او چون این کارو نمی کند. او حالا خیلی خورد است. او نمیتواند چون این کارو کند. من نمیفهمم که این تهمت رو کی به دختری من بار کرده است.
خانم من هم مادرم، شما رو میفهمم. خیلی حالتی وزنین است، اما حقیقت رو باید قبول کنید. چه خیلی حقیقت؟ دختری من چون این کار رو نمیکند. بهتره شما با دخترتان صحبت کنید، اما التماس کمی آروم شوید. او هم سخت ترسیده است. او در کجاست؟ مرحمت، او در اینجاست. دخترم کجاست؟ او نیست. آخر در همین جا بود. دختری خاله‌ام به صدمه دچار شده بود. امینه افگیل او رو به اینجا آوردن. احوالش چه است؟ حاضر روی خط رو ببینم. امینه با کجا؟ دکتر چی گفت؟ کراچی گویا غم خورم باشد. من شرمنده شدم. جین زند مادرم همش رو فهمید. امینه مادر امینه رفتیم. مادر امینه دویدیم. امینه زودتر دویدیم. امینه زودتر ایستا میگویم. مادر ناید مرا به حالم گذاره. زودتر باش. امینه زودتر باش. اینقدر شارش ما با کجا رفته باشه؟ به هیچ کجا نرفته است پسرم. کنی زود بیا چایت را نوش، خنک می شود. روادو با کودک و یگون واقعا رخ داده باشه؟ هیچ چیز روی نداده است. من میدونم چی بودنش را. همون عزیز زنگ زده است. حاضر بیکار است کو. باز به سیر و گشت رفتند. امینه امینه ایستا گفتم. ایستا گفتم. ناید مادر مرا به حالم گذاره. امینه ایستا آخر دادر او رو داره. سردهید ایستا آخر با کجا می روی؟ با کجا می گریزی؟ با سوال من جواب ده. راستش را بگوی. آنچه که من شنیدم راست است. همش فهمم. یعنی این کار رو هم کردی. راه گرد میرویم.
انا یاسین آمد. شاید چیزی میداند. مادر چرا چنین رفتار میکند؟ دیگر مرا اهمیت نمیدهد. همیشه در نزد تیرزه است. چشمانش فقط فریده رو میجوید. دخترم برای همین گفتم از اینجا کوچیم. من هم همراه شما زندگی کنم. حضور شما رو ویران کردن نمیخواهم، اما مجبورم آخر. نه مادر جان، این کار از حد گذشت. اکنون این کار رو حل کردن برایم مهم. من دیگر پس گشتن نمیخواهم. فریده میبیند چی طرف شرف مرا انتخاب میکند. یاسین یک دقیقه ایستا. چی شد؟ مادر در کجاست؟ نمیدونم، شاید در کار باشه. پسرم رو به حالش نمیگذارند. مادرش بس میکند، دخترش سر میکند. دخترش بس میکند که پسرش سر میکند. پسرم رو گرم کردند. بعد زنگ تلفنی سراسیما بر اومده رفته است. نمیدونم پدر. بیایید بعد صحبت میکنیم. با تو چی شد؟ از کجا میایی؟ یاسین؟ پسرم یاسین. یاسین چی شد؟ از خوش رفت. یاسین با تو چی شد پسرم؟ با خود بیا. یاسین با خود بیا. پدر جون، پدر مادر راه گرد. تو دختری من هستی؟ کنی جواب ده، دختری من هستی؟ تو دختری من نیستی. دختری من این کارو نمیکرد، کرده نمیتوانست. از خدا میترسید و با این کار دست نمیزد. تو دختری من نیستی. نیستی دختری من. مادر التماس مرا گوش کنه، من گناه ندارم. درست، منم گناه دارم. من گناه دارم. آدمیگری کردم، دختری جوان گفتم. باید انشالله تو را پیشتر میزدم. دیر کردم. همش گناهی من است. تو رو ارکه کردم. همش گناهی من است. این در باشد مرا کشد، در همینجا کشد و خونه نامد گوید از من نجات میابه. از تو نجات میابم همین طور. تو رو کشته از تو نجات میابم ها؟ لیکن از کاری کرده ها چی؟ از این گناه چطور نجات میابیم؟ با مردم چی جواب میدهیم؟ چی میگوییم؟ با چشم آنها چطور میگوییم؟ شما در فکر مردمه. چرا از احوالی من نمیپرسه؟ جانم میسوزد، دلم درد میکند.
مادر من چطور زندگی میکنم؟ چطور زندگی میکنم؟ مادر با من کمک کنه. من چطور زندگی میکنم؟ مادر جان التماس با من کمک کنه. با من کمک کنه مادر. یاسین با تو چی شد پسرم؟ شرف با یاسین چی شده است؟ زخم دار است. شرف یا خدایا زخم دار است مادر. ای خدا من در کجا خطا کردم؟ دعای بدی کی مرا گرفت؟ مگر خیلی دیر شده است مادر. مگر راهی بازگشت ندارم. وعده میدهم از شما چیزی طلب نمی کنم. نه لباس نه پول. با یک گرده نان قناعت می کنم. التماس با من چنین نگاه نکنید. من خیلی شرم می دارم. ای خدا این داغ رو تازه کنم. کاش از دستم می آمد. اگر از دستم می آمد جانم رو هم فدا می کردم. اما بیهوده است. چرا این کار رو با من روا دیدی امینه؟ آخر تو حالا خورد هستی. تو در نظرم همان طفلک خورد هستی. چرا زود کلان شدی؟ چرا طفلیت را زود تای کردی؟ چرا؟ من خیلی شرم میدارم. شرم میدارم مادر. مادر جان مرا ببخشید. ببخشید مرا. شما تنها مرا گناهکار میکنید. کسی که چنین کار رو به من روا دیده است مگر گناه ندارد. مادر جان التجا میکنم مرا ببخشید. مرا نمیبخشید میدونم مرا نمیبخشید. من هم تو رو نمیبخشم سعید. مرا ببخشید مادر جان. ببخشید مرا مادر. برایم نگاه کنید. نگاه کنید. مرا گوش نکرده. برایم نگاه نکرده. مرا بکشید مادر. بکشید و نجات یابید.
ба хона наомад гӯед. гум шуд гӯед, гум шуд гӯед. сагҳои кӯча чӣ кор мекунанд? якдигарро мехоҳанд. шумо кай писари маро ба ҳолаш мегузоред? мардак шудаи охир. дар сину соли ту бачаҳо хонаводари худро доранд. мефаҳмӣ? монед шарафам аз паи зиндагии худа шавад. ман шуморо илтиҷо кардам? ман шуморо гуфтам ки дар болои сарам ҷамъ шавед. кани зуд равед. зудтар. боз шарм надошта гап мекардонӣ? писарам, инҳо ба қадри некӣ намерасанд. ҳазор некӣ кунӣ ҳам намефаҳманд. чунки инҳоро модарашон курнамак аст. курнамак. хезед рафтем, хезед рафтем. дар инҷо чӣ гап аст? ба ту чӣ шуд, фарида? аз куҷо меояд? чаро ӯ дар мактаб нест? ёсин, ба дастат чӣ шудааст? чӣ мешуд? ҳамон аҳволи пешина. бо падараш ки муросо карда наметавонад, албатта дигарон корт мезанад. чӣ туро корт заданд? ҳеҷ чиз нашудааст. нигоҳбинаш кард. захми сабук аст. шумо нигоҳбин кардед? ҳамин кав шараф дар вақташ ҳамсаратам аминаро нигоҳбин карда буд. акнун ту ёсинро нигоҳбин кун. бо навбат сиҳат кунед. чунки шумо чӣ кор карданатонро аз ман беҳтар медонед. албатта медонем. ӯ аз ҳуш рафт, мо кӯмакаш кардем. ташаккур. акнун равед. ҳамсаратро ҳам гирифта рав. ту дигар ба ин хона поятро намон. ба фарзандонам кордор нашав. модар ҳеҷ кор накарданд. охир танҳо ба ман кӯмак карданду. ту умуман гап назан. гап назан. агар каме виҷдон медошти ин корро намекардӣ. агар ба ман ваъда надода будӣ. ваъда надода будӣ. худатонро маҳв кунед. маро ҳам бикушед. ту ҳоло ҳам ҳамин ҷоӣ. чаро истодаӣ? ту ҳам нест шав мор хонамро вайрон кардӣ. вақ вақ карда гӯшу майнаамонро бурдӣ. гӯё хонаи туро мо вайрон карда бошем. хайр, чунин аҳволам ба шумо маъқул шуд. хуб шуд ҳамин тавр не? ба шумо чунин модар лозим буд. кош пештар шуморо мешинохтам. мисли худатон рафтор мекардам. шумо як бор ҳам ба ман раҳм накардед. ҳайфи шумо. афсон, бас кун охир. ман фаридаро мешиносам. чандин сол ӯ ҳамсарам буд. дар тамоми умрам ӯро чунин надида будам. ӯ маҳв шудааст. ман бошам тамоми мушкилиҳоро бар дӯши ӯ бор кардам. аз барои худо ту ҳам бас кун. фарида, фарида, фарида. ҳамсари ту манам ё фарида? ман ба ту чӣ кор кардам? ба ҷуз кӯмак дигар коре накардам. аҳволи аминаро дидӣ? ҳатман барои саид онҳо ҷанҷол карданд. саидро ту ба ҳаёти мо дохил кардӣ ва шарм надошта ба хонаи фарида бурдӣ. магар амина лоиқи ӯст? дуо кун ки саид духтарро гирад. шояд рад кунад. ту чӣ гуфтам мехоҳӣ? ман аминаро чандин сол нигоҳубин кардам. ба сад ноз калонаш кардам. аммо ҳамсари таърифеат духтарро соҳибӣ карда натавонист. ту чиро пинҳон мекунӣ? медонӣ барои чӣ ба дари хонаат рафтам? барои чиркинии духтаратро тоза кардан рафтам. муборак шавад, бобо мешавӣ.
مادر به این دختر چی شده است؟ aynan مثل تو بیاداب گپ ناگیر خود پسند انا با او چی شده است؟ نپرس دیگر در این خانه کسی چیزی نپرسد دیگر برای آدم ها نگاه کرده نمیتوانم بخور مادر التماس برایم نگاه کنید مرا گوش کنید برایم نگاه نکرده سعید مرا به دام افتاد چرا نمیفهمید خاموش گپ نزن نفهمان شنیدن نمیخواهم دیگر طاقت کرده نمیتوانم مادر من هم در عذابم شما به سر من داد زده خودتان را خالی میکنید من چی کار کنم این رو خودت انتخاب کردی امینه برای نجات یافتن امکان داشتی چند بار با تو صحبت کردم اما تو گوش نمی کردی پگاه صبح پدر و اکاد هم می فهمند انا با تمام مردم چی طور پنهان می کنیم شرمنده ای دو دنیا می شویم اصلا یک روحی حل داره سعید مرا به نزد دختره بود من ترسیدم اما اگر شما خواهید خاموش گپ نزن خاموش آخر اگر پدرم فهمد مرا میکشند اکرم چی برای از این گناه نجات یافتن طفل بیگناه را قربان کنیم بعد مثل که چیزی نشده باشد زندگیمون را دوام دهیم همین طور آفرین به سعید از نامک تنها همین را انتظار شدن ممکن است اما من به حیاتی پیشینه‌ام برگشتن میخواهم دیگر این ناممکن است امینه غیر امکان است امینه را میکشم با دستان خودم میکشم دختر گناهی ندارد از بیعقلی شده است آخر دست و پایم از کار ماند بدنم از حرکت ماند افسون التماس آرام شو کمی به خود بیو آخر اون نو 16 سال است این چی طور میشد افسون با من جوی سعید را گویی نمیدونم میدانی دروغ نگویی همه با من دروغ میگویند به خدا نمیدونم شرف اینطور باشد زنگ زده جایش را فهم صدای تلفن را بلند کن کنی فهم آن سگ در کجاست شرف زنگ زن وگرنه تو را هم میکشم میدونم این کار از دستت میوید چون گپ زن که گویا با او کمک میکرده باشی کنی بینم آن سگ در کجا پنهان است زودتر لابای مادر جان سعید در کجایی؟ چرا؟ چی شد؟ باز میپرسی ها؟ همه حقیقت رو فهمیدن آخر نخود پدرش هم سرت در بلا گرفتار شد در کجایی؟ زود گپ زن باید همه نشسته مصلحت کنیم چی کار کرده میتوانید شما؟ من معاف گشتم این بلا از کجا به سرم آمد؟ مگر به تو پول لازم نیست؟ به تو پول میدهم یک مدت از اینجا رفت سعید من به تو کمک کردن میخواهم مادر جون من در بستان سرای رفیقم هستم فهمو سراغه رو گپ زن کنار شهر در نزدیکی قلعه شد از آنجا نبرو میلش من زود می اویم آها شد حالا ایستو
چرا می‌ایستادم؟ رفته آن ابله را زنده به زنده می‌درانم. آخر من هم میفهمم مشکل است، اما از کشتن او چی فایده میگیری؟ تو به حبس خانه میروی و امینه در میان راه میموند. چیکار کنم آخر؟ رفته آن بیناموس را به آغوش گیرم. نه، به آغوش نگیر آخر. راه آسان تری دارد. هیچ کس ضرر نمیبیند. شرف، بیا آنها را عائله دار کنیم. سبب اساسی به پدر کلان شدن سعید است. تو چی ها میگویی؟ مگر دخترم را با آن ابله دیم؟ نه، عائله داریشون حقیقت نه، تنها در روی کاغذ میشود. هم ناموس امینه تازه میگردد و هم اون کودک بی پدر نمیموند. بیا شرف، گفتم را گیر. راهی درست همین است. مادر، در اینجا چیکار میکنید؟ خنک میخورید آخر؟ درونم میسوزد. این خنکی همون رو خاموش کرده نمیتواند. درست میگویید مادر جان. شما را بسیار غمگین کردیم. نه من و نه امینه فرزندی سزاوار شده نتوانستیم. اما میدونید از این پس چی میشود مادر جان؟ من قسم نمیخورم. خودتان با چشمانتان خواهید دید. پسرتان تماما دیگر خیل میشود. بعدم از امینه هم خاطر نشوید. من او را به راه میدرم. اکنون خیلی دیر شد پسرم. خیلی دیر شد. میدانی کمی پیشتر از خدا چی طلب کردم؟ خیر. جانم رو بگیر تا خلاص شوم گفتم. به نزد پدر و مادرم روم. مگر همیشه نمیگفتید که از خدا نباید امید ما را کنیم؟ چرا حالا چنین میگویید؟ پسرم، من از خدا نه، از شما امیدم رو کندم. چی گفتنم رو نمیدانم. خدا به شما انصاف دهد. دیگر دعای در حقتان گفته نمیتوانم. Anne, çok üşüyorum. Anne, ağlıyorum. Hasret, yangınlarda kalbim, yangınlarda kalbim yaralı şimdi. Anne, duy sesimi. Anne, خلاص میشه مادر. از شرمندگی شما رو نجات میدیم. hayat bir oyun gibi, belki umutlarımız vardır halbuki. Ne olur affet anne, ben kendimi affetmesem bile sen beni affet. Utanıyorum ama lütfen bana hakkını helal et. Ne olur affet anne, ben kendimi affetmesem bile sen beni affet. Utanıyorum ama lütfen bana hakkını helal et. Yine bana kızım desen sarsan yaralarım. Ne olur affet anne, چرا این کار رو کردی دخترم؟ affetmesem bile چرا این کار رو کردی؟ Üşüyorum ah sen ayıklarım. باوریم نمیشه.
مادر شما نه، من سزاوار مرگم. باید ما رو به خاک سیاه گذارند. این کار تنها با همین راه حل می شود. شما غم نخورید، پدر و اکم هم زیق نشوند. شما وظیفه‌تان را خوب اجرا کردید. همه گناه در گردن من است. بار اول کار درست میکنم. شما را از این شرمندگی نجات میدهم. اول سعی، بعد خودم رو میکشم. همه سزایش رو میگیرد. من هم گناهم رو با خود به قبر میبرم. دوستم چی حال داری؟ من خوبم. گوش کن، تو حالا هم در کیپر هستی؟ وضعیت چی خیلی است؟ خوب نپرس، سرم به بلا گرفتار شده است. باید یک دو مدت از این جایها دور گردم. پول رو انتظارم، کمتر پس مادر جانم می آورد. اگه بر وقت پریده می آیم. خیر میلش، پول آمد، بعد صحبت میکنیم. بناموس. انا با خدا چنان که فکر میکنید نیست. من نیتی بد نداشتم. انسان با دوستارش چنین رفتار میکند ها؟ او حالا کودک از کودک. امینه را دوست میداری ها؟ رویت را سیاه نکن. با خدا دوستش میدارم. امینه را دوست میدارم. از جانت هم زیاد؟ بله، از جانم هم زیادتر. این تر باشد خودت را پران. مادام انسان با دوستارش چنین کارا کرده باشد خودش را جزا میدهد. این را گیر میگویم. نزدیک نشم میپرانم. در حقیقت نامرد بوده ای. نزدیک نشم گفتم. میپرانی؟ کنی پران؟ من دخترم را خیلی دوست میدارم. از همه بیشتر دوستش میدارم. برایش میمورم و میکشم. نزدیک نشم گفتم. نزدیک نشم. انا اکنون مردی. Anne çok üşüyorum. Anne ağlıyorum. Hasret kar gibi yaktı beni. Yangınlarda kalbim yaralı şimdi. Anne, duy sesimi. Anne, bırakma beni. Hayat bir oyun gibi, belki umutlarımız vardı halbuki. Ne olur affet anne, ben kendimi affetmesem bile sen beni affet. Utanıyorum ama lütfen bana hakkını helal et. Yine bana kızım desen, sarsan yaralarımı.
Üşüyorum sen ayıplarım. Yine bana kızım desen sarsan yaralarımı. Üşüyorum sen ayıplarımı. Yine bana kızım desen sarsan yaralarımı. Üşüyorum sen ayıplarımı. Ana همین قدر. میدونستم که تو با 5 تا گمه نیستی. این شب باز باوری حاصل کردم. تو رو نمیکشم. مرگ برایت نجات است. همش به سر دختر من آمده است. با گناه تو دخترم یک عمر شرم می‌دارد. ابله برای همین امشب نمیمونی. حالا لازم استی. با من باور کنید برای جبران این خطایت. ابله این جبران ندارد. این گناه را پوشانیده نمی شود. من تنها برای تازه کردنی ناموس دخترم مشغولم. اویله‌دار میشوید. قید دولتی میکنید. به هر وقتی من خواستم جدا میشوید. تو برای خودت، ما برای خودمان. البته هرچی شما گویید. ابله نکاح رسمی میکنید. روی او را هیچگاه نمیبینید. وگرنه قسم میخورم چشمانت را از سرت میبرایم. مثل عروسا گریه نکن ابله گسرا. بس کنید. خیز زود آماده شو. بعد از ظهر به نزد هیئت میروی. همین روز به من حجت میدهند؟ اگر بیمار باشی میدهند. اگر نه روز به حبس خانه میروی. آخر من بیمارم. اگر نمیبینید زود از عقل بیگانه میشوم. کارهای کردم رو باید آورده نمیتونم. کنی زود در حجت نویس که من بیمارم. من اون طرفش رو نمیدونم. هر روز 100 نفر را به مثل تو میآورند. همشون میخواهند حجت گرفته از جزا گریزند. اما در نزد هیئت دروغشون معلوم میشود. برای همین بیهوده امیدوار نشو. ببخشید یک چیز گفتن میخواستم. فراموش کردم. من نمیدونم. بگون از یاسین یگان خبر نیست؟ با بچه ها هم زنگ نزده است؟ این پسر بجانم زد. هیچ آدم نشد که نشد. این دیوانه هم کرد. اینش باز کرد. الو
منم پینور. خانم پینور یگان احتیاج داره. مرا امروز به نزد کمیسیا میبرند. خوب، خیلی خوب. خوب، لیکن من چیکار میکنم در نزد اونها؟ آخر اونها رو فریب دادن آسان نیست. از همون دروی از یک تای دیگر فریب برای ما بودا اگر تشخیص گذارانند. بیهودگی نکن. پیش از حیات خونت رو تشخیص میکنن. از خونت همش رو میفهمن. میفهمی؟ سری به دردت رو به بلا ماندن میخواهی. خیر من چیکار کنم؟ گوش کن، من به گپم ایستادم. تو رو از حبسخانه به بیمارخانه گذرانیدم. آن طرفش کار خودت. من به تو باوری دارم. دیوانگی در رگ و پیوندت جا دارد. کمی نقش بازی کرده کار را حل میکنی. البته تو رو مثل من به حبسخانه نمیبرند. تو چی ها گفتی ایستاده ای؟ میخوای آن حجت را هم من دهم؟ در اصل فکری بد نیست. چطور؟ خوبش پیش از کمیسیا بیا. باید تجلم به تو یک چیز رو نقل کنم. خیر چی بوده است؟ تو بیا از نزدیک رو برو گپ میزنیم. استغفرالله. این کار رو یک جای سر کردیم قهرمان. تا گرفتن حجت دیوانگی هم هر دو یک جای کوشش میکنیم. اگر به حبس خونه برند آنجا هم یک جای میرویم. مادر جان خیزید. امینه گریخته است. تو چه ها میگویی پسرم؟ با کجا گریخته است؟ نمیدونم، این مکتوب رو نوشته است و رفته است. خودم رو میکشم نوشته است. مادر، این دختر گناه کردم نوشته است. سعید به این چی رابطه دارد نفهمیدم مادر. من از شما میپرسم گفت داخل. امینه چی گفتن میخواد؟ سعید و امینه نخود یونکی ایستا نگورید. او را داره دزدی کرد. ما رود در کمیر همش ثبت می شود. در این خانه من کیستم؟ چرا از من پنهان داشتید؟ چه کار میکردم؟ اگر میگفتم یگون چاره‌اش را میافتی. شما پیشتر خطا کردید. نگذاشتید که آن سگ را در نزد قهوه‌خانه پاره کنم. بغیر از کارد و سلاح تو دیگر چیزی نمیدانی. خواهرت رفته است. خودم را میکشم میگوید. تو حالا هم در فکر کشتن هستی. خوبش بمیرد. امینه هم بمیرد، سعید هم. یگان ذره دلم به آنها نمیسوزد. شما از شب باز او را در خانه نگاه می‌داشتید. با نزدش خوراک می‌بردید. مادر شما او را اینقدر ارکه کرده داخل مگر نمیفهمید؟ تو از کجا میدونی که من با او چیکار کردم؟ از کجا میدونی چیزی را ندیده ای؟ من از شب باز خودم را خوردم. دلم میسوزد، جگرم پاره میشود. اما چاره ای نیست. هست. من خودم میدونم. ولی این دفعه با من مانع نشوید. یاسین ایستا پسرم ایستا.
монд аввал хоҳаратро сиҳату саломат ёбем. ҳоло ҳам сиҳату саломат мегӯям. кане он духтари бешарманд, фикр кардем намефаҳмам, аммо ман фаҳмидам. афсун гуфт. акнун даромада аминаро ҷефзам, бояд суҳбат кунем. амина нест. духтаратро аз ман пинҳон накун, Фарида. дер ё зуд ӯро меёбам. амина нест, охир нест. гурехтааст. боз мактуб ҳам навиштааст. худашро ширин карда. чӣ хел мактуб? худам ва саидро мекушам навиштааст. ба ин аҳвол нигар. аз рӯзе ки ин духтарро дидам фақат шата мехӯрам. ин дафъа роҳи наҷот нест. маҷбур тӯй мекунам. маро дар ҷавониам зинда ба зинда гӯл мекунанд. акаҳо, дӯстон, шумо чаро дар ин ҷо нишастаед? ба боло бароед охир. ба атроф як назар кунед. то рӯзи тӯй дар барат ҳастӣ. ту хавотир нашав. дар тӯй шоҳидонат мешавем. фаҳмо? шуд, аввал бояд ором шавем. дар ин ҷо чунин навиштааст, гуфта дар ҳол натарсед. ӯ ҳоло кӯдак аст. куштану мурданро аз куҷо медонад? кӯдак аст, дӯстдориро ҳам намедонист. аммо бинед духтаратон чӣ бало ба сармон овард. дуруст гап зан. ӯ хоҳарат аст. саидро дар як хона маҳкам кардам. дар наздаш 2 нигаҳбон гузоштам. аввал ин духтарро меёбем, баъд онҳоро хонадор мекунем. чӣ гуфтӣ? боз ба ӯ духтарамро диҳам? барои номусашро ҳифз кардан. ӯ ҳамаамонро маҳв кард. аз он аблаҳ ба амина ҳеҷ хайре намерасад. фарида, аз ин пас ту хомӯш бош. дигар гапи ту қадр надорад. ман гап мезанам. чӣ тавр тарбия карданатро дидам. ин гапро афсун ба ту ёд дод. барои ҳимояи писархон дар сари аминаро ба бало гирифтор мекунад. кош ту ҳам мисли афсун тарбия карда метавонистӣ. аз паси азиз давида кӯдаконатро фаромӯш кардӣ. бо модарам чунин гап назанед. гап занам чӣ мешавад? даҳонамро мебандӣ. баъд аз ҳамин қадар сол падар буданат нав ба ёдот омад. майлаш, гап зан. гап зан. виҷдонат азоб надиҳад, гап зан. беҳуда кӯшиш накун. мемураму духтарамро ба он аблаҳ намедиҳам. набошад бимир. ин тӯй мешавад. маълум буд ки амина чунин коро мекунад. ишқи кӯдакӣ чашмонашро кӯр кардааст. ёсин, каме ҷавоб деҳ. лаба ёсин. рӯз ба хайр хонум афсон, ин манам ёсин. бубахшед, шуморо нороҳат кардам. ҳеҷ гап не. балои ба сарамон омадаро медонед. падарам гуфт ки рафта дар назди саид нест. ман суроғаро фаромӯш кардам. падарам ба телефон ҷавоб намедиҳад. бубахшед, суроғаро ба ман такрор намекунед. майлаш мегӯям, аммо ҷанг накунед, майлаш. не, шумо хотир нашавед. чаро ҷанг кунам? бе ин ҳам кор аз кор гузаштааст. ва чуноне ки падарам гуфтанд, танҳо тӯй ин корро ҳал карда метавонад. майлаш, ба ту мегӯям ёсин, навис. аҳа, бале, медонам оҷоро. фаҳмо, ташаккур. саломат бошед. саид,
این دفعه تو را کسی از من نجات دادن نمیتواند.